همه فکر میکنن تو خیلی قوی، حرفتو میزنی، تصمیمتو میگیری، ولی تو خودت میدونی که از درون خالی. من ساجده پویان مهرم، روانشناس بالینی. امروز میخوایم با هم دیگه کاملا علمی و عملی در مورد این حالت با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که چطوری میشه این جای خالی رو پرش کرد. وقتی توی ظاهرت خیلی قوی به نظر میرسی اما از درون حس خالی بودن داری، تفاوت بین عزت نفس و اعتماد به نفس به وجود میاد که این عزت نفس پایه سلامت روان تو رو میسازه. حالا اصلا عزت نفس چیه؟ عزت نفس یعنی این که تو خودت از درون خودت بدونی که شایسته‌ای، که ارزشمندی، که اصلا آدم لایقی هست. من میخوام توی این ویدیو 6 تا ستون اعتماد به نفس و عزت نفس رو بهت بگم، بهت راهکار بدم که تو چطوری میتونی عزت نفس تو از درون درست کنی تا هم اعتماد به نفس داشته باشی، هم عزت نفس و حس خوب نسبت به خودت. مورد اول، آگاهانه زندگی. یعنی چی؟ به جای اینکه خودتو، شرایطت رو نادیده بگیری و همش انکار کنی یا همش ناله کنی یا ناراضی باشی از وضعیتت، خودت رو، شرایطت رو و موقعیتی که درونش قرار داری رو بپذیر و از اون آگاه باش. بدون تو چه مرحله قرار داری، بدون تو چه موقعیتی هستی، بدون تو چه محیطی وجود داری. مثلا وقتی که حس ناامنی داشتی، وقتی که حس نارضایتی داشتی، اینو به خودت بگو که یک موضوع طبیعیه، این برای همه وجود داره. این حس ناامنیه در حال حاضر که من دارم تجربهش میکنم. یعنی اینکه از شرایطی که داری، از وضعیتی که درش قرار داری خودت آگاه باشی و این رو بپذیریش، انکارش نکنی و بدونی که وجود داره. این اولین قدم برای دوستی با خودت و ساختن یه عزت نفس درست و حسابی. دومین مورد، خودت رو بپذیر همون جوری که هستی. سعی نکن برای خودت یه چارچوب بذاری، مرز بذاری، قانون بذاری که اگر اینجوری باشم آدم خوبیم، اگر اینجوری باشم آدم درستیم. خودت رو همون جوری که هستی، همون ویژگی هایی که داری، با همون توانایی ها، با همون موفقیت ها، با همون شکست هایی که داری و تا الان به دستشون آوردی بپذیر. خودت رو همون جوری که هستی بپذیر. تو اگه دست از جنگیدن با خودت برداری و با خودت دوست باشی، خودت رو بپذیری و قبول کنی، این میشه پایه بنیادین عزت نفست. این میشه همون مرحله‌ای که باعث میشه تو وارد مرحله بعدی بشی، بتونی ذره ذره عزت نفست رو از درون خودت درست کنی. اون حس تهی بودن، اون حس خالی بودن، اون حس واقعی نبودن اعتماد به نفست که از بیرون نشون داده میشد و اینجا میتونی درستش کنی. سومین مورد، بدون و بپذیر که تو خودت مسئول زندگی خودتی. وقتی بپذیری که خودت مسئولی، وقتی بپذیری خودت مسئول تصمیم گیری زندگیت هستی، خیلی 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 زودتر میتونی زندگی خودت و عزت نفست رو درست کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگران مقصرن، از اینکه محیط مقصره، از اینکه صاحب شرکت مقصره، از اینکه بالاسری من مقصره، از اینها دست برداری و بدونی که تصمیم هایی که میگیری اثر مستقیم داره روی زندگی تو، روی اعتماد به نفس تو، روی عزت نفس تو و این تصمیم های تو هستن که زندگی تو رو شکل میدن. خیلی موفق تر عمل میکنی، خیلی عاقلانه تر تصمیم میگیری و مسئولیت زندگیت رو خودت بر عهده میگیری. چهارمین مورد، قدرت ابراز خودت رو داشته باش. یعنی چی؟ یعنی اینکه جرأت ابراز کردن نیازت رو، احساست رو و مرزهات رو داشته باش، چه برای خودت چه برای دیگران. یعنی چی؟ یعنی که برای اینکه دیگران ناراحت نشن، دیگران ازت راضی باشن، برای دیگران دوست داشتنی باشی، از مرزها و قانونهایی که برای خودت داری کناره‌گیری نکن. اگر نسبت به یک اتفاق، یک رفتار، حتی رفتاری که خودت انجام دادی احساس ناراحتی داری، اون رو ابرازش کن. یعنی تو حق داری چه از دست دیگران چه از دست خودت ناراحت باشی. این حست رو سرکوب نکن که حالا نه من خیلی آدم زودرنجیم که ناراحت شدم، البته اگر میدونی که این حالت نیست، یا اینکه نه من اینجوری نباید ناراحت میشم، نه من نباید اینجوری. تو
جرأت داشته باش، جسارت داشته باش، نیازهات رو بگو، احساساتت رو بیان کن و برای احساسات، نیازها و مرزهای خودت ارزش قائل باش. این خیلی خیلی زیاد روی عزت نفس تو، حس و حال خوب درونی تو مؤثره و تو میتونی خیلی بهتر عزت نفست رو از درونت درست کنی وقتی که به این چیزها ارزش گذاری میکنی و بهشون بها میدی. تو وقتی خودتو سانسور میکنی، نسبت به احساساتت، نیازهات و مرزهات بی‌توجهی میکنی، یه بخشی از درون خودت رو میشکنی، بخش از عزت نفس درون خودت رو از بین میبری و این باعث خراب شدن عزت نفس درونیت میشه. 5مین مورد، تو توی زندگیت باید هدف داشته باشی، حتی هدفهای کوچیک، مثلا نیم ساعت ورزش کردن، مثلا 5 صفحه کتاب خوندن. داشتن هدف توی زندگی باعث میشه که تو نسبت به خودت حس خوب داشته باشی، نسبت به خودت مطمئن باشی و همینطور عزت نفس داشته باشی که تو یه زندگی هدفمند داری. آدم‌ها وقتی حس میکنن که دارن هدفمند زندگی میکنن، دارن به یک سمت و مسیری میرن که دوستش دارن، که مسیر مشخصیه، که مسیر رو به پیشرفته، عزت نفس درونیشون خیلی رشد میکنه، نسبت به خودشون مطمئن هستن و میدونن که موفق میشن. 6مین مورد، یک پارچگی شخصیتی داشته باش. یعنی بین چیزی که داری به خودت میگی یا اصلا کلا به بقیه میگی و طرز فکری که داری و اون چیزی که عمل میکنی یک پارچگی وجود داشته باشه. وقتی تو بین حرفت، عملت و اون چیزی که درونت وجود داره یک پارچگی هست، یعنی تو انسجام داری، دارای انسجام شخصیتی، یه وحدت وجودی داری برای خودت که خودت رو یک شخصیت یک پارچه و کامل میبینی. اینطوری باعث میشه تو به خودت بگی من یه آدم درستیم، من یه آدم دارای عزت نفسم. خودت رو قبول میکنی و در نتیجه خیلی بهتر و هدفمندتر میتونی زندگی کنی. اینجوری پایه عزت نفست ساخته میشه. عزت نفس تو میتونی درست و به مرور زمان ببری بالا و از بیرون یه فرد مستقل و با اعتماد به نفس بنظر. پس جواب این سوال که چرا من از درون حس خالی بودن دارم دقیقاً همینه. تو باید با این 6 قدمی که گفتم قدم به قدم، ذره ذره بیای عزت نفست رو از درون دوباره بسازیش، دوباره بازسازیش، بدون تمرین کردن و بدون ممارست. به مرور زمان اصلاً تو نمیتونی عزت نفست رو درست کنی. حالا به هم بگو اگر میخوای عزت نفست رو درست کنی کدوم قدم رو امروز برداشتی؟ توی کامنت ها برام بنویس و همینطور بنویس کدوم مرحله رو دوست داشتی و به دردت خورد.